امیر حسینم. مریم. آیسان اسلامی میشناسین؟ بله. نظرتون راجبش چیه؟ به نظرم کسی نیستی که نشناستش، همه میشناسنش. من شخصیتش رو شخص دوست دارم. میدونید اون فاز جوونا میخوره به فاز الانش. خوش میگذره وقتی فیلماشو میبینی. خانواده کجا هستن؟ تو سوئیس هستیم. پدر توی سوئیس ساعت فروشی داره، مامانم توی لندن دندان پزشک هستن. وای کونم. به قول خودش ناله کن. ویژگی منفیش اینه به نظرم که طرفدار زیاد داره. تو من در جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم چون سوال کردی. سلامت باشی. آره طرفدار زیاد داره، خیلی هاشون هم واقعیتش سنشون کمه و مثلا حالا فحشایی که میده بعد دنیایی که میگه خیلی دیدیم. مثلا طرفدار من خودم دوست دارم این رفتارو، ولی مثلا چه میدونم یه کسی ببینه که سنش کمتره و همونو تقلید کنه خیلی جالب نیست. ولی خب ویژگی خوبش هم اینه که آدم باحالیه، میشینی میبینی لذت میبری. رفتارا رو برای جوونا تغییر کرد. یکی همین که گل کشیدن و حشیش که خودش میکشید و گذاشت کنار علف و بعد خیلی تغییر کرد به باشگاه رفتن و همون کنار گذاشتن اون به هدف داشتن تو زندگی. رفتار قشنگش خیلی دوست داشتم. این لابلا اون حالا خدا رو قبول نداری، انرژی که قبول، یه کیره خلی که چی کیره خل قبول داری؟ پس هیچ کیره قبول نداری؟ گاییدی خودت که بابا. یه دری برات باز میشه. من عرفانم، 20 سالمه، دانشجوی. تو اینستا میبینمش. یه آدمیه که خیلی ورزش میکنه، گاهن فوش میده تو ویدیوهاش و یه سریا دوستش دارن نگاه میکنن. اینکه ورزشکاره نکته خوبیه و اینکه نمیدونم شاید سعی نمیکنه توجه همه رو جلب کنه. شاید این ویژگی خوبی باشه، راحته. بعد میگی مامان غذام حاضره، میگه آره پسرم، کیف میذاری. بعد این حالت میری مدرسه. آره دایسان اسلامی گاهی دیوانه این تو این سن سال. من تینا هم. منم مات. آره. چه جور شخصیتی داره به نظرتون؟ باحاله. کاراشو دیدی؟ آره. از چه جهت باحاله؟ منم فالوش دارم ولی یه سری چیزاش خوبه یه سری چیزاش آره دیگه 50-50 دیگه. چیاش خوبه چیاش بد؟ خوبیش که این که ورزش میکنه اینو دوست دارم، به فکر سلامتی این داستاناست. بعد اعتقاد زیادی هم به خدا و این چیزا داره، راجع به خدا خوشم میاد. بعد اینکه خیلی از قبل برنامه‌ریزی شده صحبت نمی‌کنه. آره همینجوری خودشه میگه خیلی خاطره، ولی از اون بخشش که یکم بد دهنانه زیاده. پس یعنی جنبه منفیش همون بد دهنیشه؟ بد دهنی هم نه زیاد. مثلا یه سری مثلا استوریاشو دیدم مثلا راجع به اوکی اونا رو خوشم. اونم جنبه فانی داره ولی مثلا با خود تو تنهای خلوت خود پیش می‌بری. نمی‌تونی ببینی تو خانواده میاد فوش میده. نه دیگه من خلوت باشه. آها این موردش هم که خیلی از باباش احترام می‌کنه. احترام به پدرش. دیگه زیادی صحبت خدا پیغمبر خدا جان دیگه نگاه دیگه ول کن دیگه امشب دیگه هر چیز یه پیک زدیم صحبت برای 5 دقیقه تو کره مریخ با اون آدمای عالم فضایی بگرد بزن من ذره با رفیقای خودم تو ایران حال بکنم. آره جیپ تو خودش میدونه من دارم چی میگم دیگه بس دیگه. سلامتی داداش کسکون فلان. مهدیار. آقا مهدیار آیسان اسلامی میشناسی؟ بله به اسم. کلیپاشو دیدی؟ 1-2 تا دوستان بهم نشوندن. نظرت راجبش چیه؟ اونقدری نمیشناسم که بخوام در رابطه باش نظری بدم. اون کلیپی که ازش دیدی به نظرت چجوری جلوه کرد؟ حس میکنم که آدم فانی باشه و اینکه سبک زندگی اوکی داره چند وقتی گویا، چون بچه‌ام درگیر یه سری مسائل بودن که گفتن گویا گذاشته کنار داره ورزش میکنه و به نظرت یعنی سبک زندگیشو عوض کرده؟
حداقل دوستام اینطور میگفتم. من چون خودم به شخص اطلاعی ندارم ازش. جان زلاتان ابراهیموویچ باشه داره میره به سمت تمرینات اونشتنگ در باشگاه‌های غربی آمریکا. شیرمرد. این زن رفیق منه، نگاه کن. Hello, mommy. Mommy. Where have you been? What's up, baby? We've been asking. You know, you see me, I'm a soccer player, Yeah, baby. I miss him. I love him so much. I love you too, baby. I got you. Okay, I got you. امیر حسینم 18 سال. خوشبختم. سلامت باشید. آیسان اسلامی میشناسی؟ بله. کیه که نشناسه آیسان؟ به نظر چه شخصیتی داره؟ آیسان ببین نظر درباره‌اش زیاده ولی به نظر من شخصیت زیبایی داره. کسی که بی پرده حرف میزنه واقعا یه دل و جرأت خاصی میخواد بی پرده حرف زدن درباره یه سری از حقایق. این قابل ستایشه به نظر من. حالا فوش زیاد میده ولی همین شاید شیرینی کار زیادتر کرده، همین باعث شده که بیاد بالا این اندازه. اگه میخواست به صورت خیلی عادی و فان نباشه داستانش شاید همه معروف نمیشد، محبوب نمیشد. این ساختمون مال من بود، نوک میشستم اون نوک وای شاش میکردی از اون بالا چه حالی میداد. این صاحب اینا کیه؟ میگم صاحب اینا کیه؟ مگه با کار خارکوسه میشه همچین چیزی خرید؟ من صدیقه هستم. خوشبختم. مرسی. آیسان اسلامی میشناسین؟ بله. از نظر شما چه جور شخصیتی داره؟ خیلی خاکیه و به نظر من آدم رنج کشیده. یه سری تجربه‌ای هم که در اختیار جوونا میذاره خیلی اوکیه. من خودم خیلی دوستش دارم، طرفدارش هم هستم. اگه بخوایم موارد مثبت و منفی این شخصیت رو بگیم به نظر شما چجوری تقسیم بندی کنیم؟ منفی که من چیزی ندیدم، چون مثلا هم نسلای خودمون تقریبا شبیه به این آدم اکثر چیزامون. یه سری مثلا میگن فوش میده اینا ولی خب نمیگم هم نسلای خودمون اکثرا اینجوریه. شخصیت‌های مثبت گفتم، طرف رنج و سختی به اینجا کشیده، خانواده دوسته، تجربه‌اشو سعی میکنه در اختیار جوانای مملکت بذاره. این خیلی خوبه. چرا حاجی‌ها حشری هستن؟ اینو به پیامک سامانه 207 خایه حاجی بچه‌ها. حاجی ما نه، حاجی ما که جیگر الان تو لندن خوابیده. حاجی ما حاجی اروپاییه. این حاجی‌های این خطری ایرانه میگم. نمیخوام بگم دیگه، ولش کن. حاجی بابا تایسی خارکوسه. نگار هستم، 20 ساله. راستشو بگم راجع به حقایق زیاد میگه، مثلا با اینکه شخصیت پولداریه زیاد پوز و این چیزا نمیده ولی خب زندگیشو نشون میده. اما از بدنهم بودنش خیلی خوشم نمیاد، یعنی فوش و اینجور چیزا اصلا خیلی واسش خب به هر حال تو فضای مجازی بیشتر دقت کنیم بچه‌ها، یعنی بچه‌های 13 14 ساله اینا که مثلا تازه وارد راهنمایی و اینا شدن بیشتر هستن و خب اینا بیشتر اینا رو میبرن بالا. خب درست نیستش که آدم باید طوری محتوا بسازه که همه بتونن ببینن، یعنی اینجوری نباشه که صرفا مناسب همه باشه دیگه، یعنی همچین چیز. اینجا الان یک شنبه بعد از ظهر دیگه، یه میشه همینجا جمعه غروب. من الان من هفتم مادر منم نشد. ببین گوش کن. الان جمعه غروب آمریکاست، یک شنبه. مادر من مرده. خودم تو ترکم. پدر من ناراحته. خودم دپرسم، افسرده ترین انسان کره زمینم. ولی برادر مگه کسولم بیام همه انا رو هم دیگه تپه کنم؟ افسردم، هیکلم قشنگه. مادرم مرد، پدرم زنده است. جمعه غروب وقت اضافه در دارم 2 ساعت بیشتر تمرین میکنم. همه چی بغلم خوب در نمیاد. داداشی میگن منفی و مثبت میشه مثبت دیگه با همه چی جلوی چشت بخور. برای من شخصیت جالبی داره، چون میدونی همه دارن درسته که پوینت منفی و کامنت منفی و این جریاناتو میدن براش، ولی خب آدمی بوده که تونسته خودش رو بکشه بالا و حرفایی هم که میزنه به نظر من قلبیه. حالا من به تفریحاتش و به این چیزاش کار ندارم ولی آدم موفقیه و به نظر من جنبه منفی نداره. آدمی بوده که معلومه یه زندگی سخت رسیده به یه زندگی راحت و تمام فراز و نشیبا رو به نظر من دیده و اینکه واقعا قابل تحسین. نکته منفی که من توی شخصیت این آدم ندیدم، چون برخوردی هم از نزدیک باهاش نداشتم، ولی حرفایی که میزنه
همشون به نظر من مثبت انگیزشی. حالا البته که نظر شخصی خیلیا با من شاید فرق داشته باشه، اینم نظر شخصی منه، ولی خب خیلی خوبه که انگیزه به جوانایی که حالا تو ایران هستن داره میده و هیچ موقع نمیگه کجا از کجا بهتره، همیشه میگه که حالا من اینو نمیدونم درسته ندارم تو کلیپ شما میگم با خدا معامله کنید و اینکه درست زندگی کنید و خوب زندگی کنید، دلی زندگی کنید، همش نمیخواد توی 2 تا 4 تای امروز و دیروز و فرداتون باشه.